شما هم تا حالا این اتفاق براتون پیش اومده که چند تا آیتم به در نخور دستتون رو پر کردن و نمیدونید چیکارش کنید؟ برای همین کار من اومدم یک سطل زباله ساختم. این سطل زباله چجوریه؟ وقتی شما آیتمای به در نخورتون رو تو چست بذارید و وقتی پایین رو نگاه کنید میبینید که اون آیتما دارن آتیش میگیرن. حالا من چجوری اینا رو درست کردم؟ بیایید که برید یادتون بدم. Let's go. خب بچه ها، شما برای درست کردن این سطل زباله به این آیتمایی که تو دست منه نیاز دارید. بعد شما یه اینطور محفظه ای رو میکنید، یه دونه لاوا اینجا، یه دونه دیسپنسر اینجا، بعد یه دونه ردستون اینجا، بعد یه دونه اینجا. بعد ردستون کاری میکنید. تا من ردستون ها رو میذارم این ویدیو رو لایک کن، چنل منم سابسکرایب کن. بعد یه دونه اینجا میذارید، بعد اینجا رو با درت پر میکنید. بعد یه دونه هاپر اینجا میذارید، بعد اینجا رو کامل پر میکنید. دامن من چینچینیه، آبی آسمونیه. بچه شما میتونید اینجا هم یه شیشه بذارید، بعد اینجا هم یه دونه چست. حالا وقتی شما بیایید اینجا و وسایلای به در نخورتون اینجا بذارید میبینید که دارن آتیش میگیرن. تا یه ویدیوی دیگه، خدا یار و نگهدار.